بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، کتاب نوبتی که ما در دست داریم این کتاب شرح سنه از امام بربحاری رحمت الله علیه است. شرح سنه از امام بربحاری. ما درس گذشته مقدمه این کتاب رو گرفتیم، درس رو که ان شاء الله که برایش میفرستیم امروز. و بعد مقدمه مؤلف رحمت الله علیه گفت که اعلموا ان الاسلام هو السنه، بدونید که اسلام این سنت است و السنه هی الاسلام و سنت خود همون اسلام است. ولا تقوم احدهما الا بالاخر، یکی از اینها با دیگرش به دیگرش بودن نمیتواند. و سپس فرمود که فمن السنت لزوم الجماعه، از سنت لازم گرفتن جماعت است. فمن رغب غیر جماعه، اگر کسی که رغبت کرد روی گردانید از غیر جماعت، از جماعت مسلمانان در غیرش داخل شد و جماعت مسلمانان فرق ترک کرد، فقط خلق ربقة الاسلام عن عنقه، به درستی رسمان اسلام را از گردنش برداشته است و کان ضالا مضلا، و گمراه شد و گمراه کرد. این نکته را هم بیان کرده بودیم. اما امروز باشد نقطه سومی که شیخ رحمت الله علیه بر ما یادآوری میکند، میفرماید و اساس الذی تبنى علیه جماعه، و اساس آن چیزی که جماعت بر آن بنا می شود. اساس آن چیزی که جماعت بر آن بنا می شود که درس گذشته در بیان جماعت ما صحبت کردیم، درس اول گوش میدهید. هم اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم، آنها صحابگان محمد صلی الله علیه و سلم هستند. اساس جماعت این صحابگان محمد صلی الله علیه و سلم. چون در درس گذشته ما در بیان جماعت و اتباع پیروی از جماعت، با بودن با جماعت و ترک آن نکردن اسلام همون سنت است، سنت همون اسلام بیان کردیم. انا که امروز چی میگوید؟ پس بدونید اساس آن چیزی که بر آن جماعت بنا می شود این اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمهم الله اجمعین، الله همه آنها را رحم کند است. و هم اهل السنه، آنها صحابگان کرام اهل سنت هستند و اهل جماعت هستند، اهل سنت و جماعت هستند. هر جا که هر وقت تو اهل سنت و جماعت رو میشنی بدون که آنها صحابگان کرام، هر کسی که از آنها در قول و در عمل در اعتقاد اگر که از آنها پیروی کردن، پس آنها اهل سنت و جماعت هستند. هر کس آنها را مخالفت کرد از این نام بیرون میشود. و در دوم میفرماید شیخ فمن لم یأخذ منهم فقد ضل و ابتدع، هر کسی از آنها اگر نگرفت اعتقاد و سنت و دین را، فقد ضل و ابتدع، و درستی گمراه شد و بدعت در دین کرد. و کل بدعت ضلاله، و هر بدعت، تمام نوعهای بدعت با شکل نوعهایشون خرد و بزرگشون گمراهی هستند. و الضلاله و اهلها فی النار، و همه گمراهی ها و اهل آنها در آتش است. این بود نقطه‌ای که شیخ در اینجا بیان کرد رحمت الله علیه. و قول شیخ اساس الذی تبنى علیه جماعه، اساس آن چیزی که بر آن جماعت بنا می شود، اساس آن چیزی که جماعت بر آن بنا می شود، من جماعت الذی هذا شأنهم، این کدام از آن جماعتی که شأن آنها این است. آنها اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. و من جاء بعدهم من التابعین، و کسانی که بعد آنها از تابعین آمدند، کسانی که بعد آنها از تابعین آمدند. و اتباع التابعین، و کسانی که از تبع تابعین بودند. القرون المفضله، سه عصر که مفضل هستند، فضیلت دارند، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث آنها را یادآوری کردگی هستند. انا همینها جماعت هستند، اصحاب رسول الله، تابعین و تبع تابعین. و من اقتدى به من المتأخرین، و کسانی که از متأخران، کسانی که بعد این سه جماعت آمدن، سه قرن آمدن، صحابه، تابعین و تبع تابعین، کسانی که بعد از آنها از اینا آمدن پیروی کردن، اینها انا همون جماعت های هستند که یجب، واجب است بر مسلمانان ان یکون معهم، با همراه آنها باشد. نجات در این سه هست، صحابه، تابعین، تبع تابعین و کسانی که شیخ میفرماید که چیز از آنها، از متأخران بعد می اومدگی از آنها پیروی کردن، اگرچند که هرچی از آزار و اذیت را هم دیده باشد، از تهدید، از تعبیر سخنها، از هجومها، بر همه اینا باید صبر نماید. بر این جماعتی که است، مادامی که او در حق است، از حق روی نگرداند، منحرف نشود، بلکه سیر نماید و صبر نماید در آنچه که بر او میرسد. چون که وای کسانی که اعراض روی میگردن از این حق، از صحابه، تابعین و تبع تابعین و دعوت کنندگان به سوی بد، داعی های گمراه و ضلالت با آنها روبرو می شود که از این منهج صحیح، از کتاب و سنت و صحابه و تابعین و تبع تابعین تو را دور می سازند. چون بعد آنها کسانی آمدند که این راه را تغییر دادند. برای همین الله سبحانه و تعالی میفرماید که استعیذ بالله والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، سابقان اولین از مهاجران و انصار
والذین اتبعوهم باحسان و آن کسانی که به احسان و نیکی از آنها، از سابقه داران، کسانی که با همراهی رسول الله بودن از مهاجر و انصار پیروی کردند، رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله از این مهاجران و انصار راضی باد و راضی شد و کسانی که از اون پیروی کردند حتما که الله سبحانه و تعالی از آنها راضی می شود. و قال تعالی، و الله سبحانه و تعالی در بیان ذکر مهاجرین و انصار در سوره حشر می فرماید والذین جاءوا من بعدهم یقولون، آن کسانی که بعدی از صحابگان کرام آمدن میگویند یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آن کسانی که بعد از آنها آمدن میگویند پروردگار ما گناهانمان را بیامرز و گناهان برادران که ما را با ایمان گذاشتند آنها را نیز عفو نما و بیامرز ببخش. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، و پروردگار را در قلبهای ما غیل، حسد و کینه را بر نسبت آن کسانی که ایمان آوردن نانداز. ربنا انك رؤوف رحیم، پروردگارا به درستی که تو غفور و رحیم هستی. پس کسانی که متأخر هستند بعد آمدن اقتدا میکنن از آن کسانی که در حق بودن از اهل سنت، اهل خیر، اگرچند که بین تو و بین آنها زمان دراز هم باشد. بر تو لازم است که آنچه که آنها در آن بودن بر آن باشی و در آنچه که آنها بودن در آن صبر نمایی. و پس قول بربهاری میفرماید و اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم، میفرماید که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از مهاجران و از انصاری ها، آنها آن کسانی هستند که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، با او جهاد کردند، او رسول الله صلی الله علیه و سلم را نصرت دادند، مسئولیت دین را به خود برداشتند و آن را بر ما رساندند. و صحابگان کرام کسانی هستند که واسطه بین ما و بین رسول الله صلی الله علیه و سلم است و آن کسانی که صحابگان کرام را دشنام می‌دهد، حق آنها را کم می‌کند، نسبت آنها سخن میگوید، آنها با این حالشان میخوان اسلام را از بین ببرند، ولیکن آنها با این حیله آمدند. اگر در شأن صحابگان کرام سخن گفتند، قیمت آنها را، مرتبه و منزلت آنها را کم کردن، از بین بردن، پس چی باقی میماند واسطه بین ما و بین رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ هیچ چیز. چون این صحابگان کرام واسطه بودند بین ما بین رسول الله صلی الله علیه و سلم. برای قصد آنها در شأن صحابه سخن گفتن، کسانی که سابقه اول دارن از صحابگان و مهاجرین، حتی اینکه امت رو گمراه بسازند. پس چی چیز آنها را وادار کرد بر این که صحابه را دشمن بدهد؟ آیا بین آنها و بین صحابگان کرام یگان بدی هست در مال یا که غیر از اینها؟ آیا صحابگان کرام آنها را آزار و اذیت دادند در حالی که بین آنها و بین صحابه اثرهای زیاد است؟ پس آن چیزی که آنها را به این وادار کرد این بغض و کینه در قلبهای آنها، چون صحابه آنها آن کسانی هستند که این دین را با خود گرفتند، چون آنها وسیله بین ما و بین رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، میخوان این را قطع نمایند. چون رسول الله صحابگان کرام را و الله سبحانه و تعالی این صحابگان کرام را برگزید تا اینکه بین پیامبر و بین ما یک وسیله باشند که این دین رو برای آن برسانند. اگر صحابه ساقط شد، صحابه از بین رفت، دیگر دینی باقی نمیماند. برای شیخ چی فرمود؟ و هم اهل السنه و الجماعه، آنها یعنی صحابگان کرام، آنها اهل سنت و جماعت هستند، اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم. آن کسانی که بعدی آنها آمدن از اصحاب پیامبر پیروی نمودند و کسانی که بعضی آنها آمدن با احسان از اونها پیروی نمودند، اهل سنت هستند. این است راه صحیح و درست. این از سنتی که شرح داده است مؤلف این کتاب، این سنت در این کتاب. این از جماعه حق، اگرچه که جماعه های گوناگون بر باطل جمع شده باشند، آنها جماعت هم نامگذار نمیشوند اگرچه زیاد هم باشند. برای همین الله میفرماید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتی، گمان میبری که آنها جمع هستند، اتفاق متحد هستند، ولی این قلب‌های آنها پراکنده است. پس جماعت آن کسانی هستند که در حق هستند و آن کس میگه که من با همراهی حزب فلانی هستم،
من با همراه جماعت فلانی هستم و شما میگویید که جماعت را لازم بگیرید، آنها جماعت هستند. شیخ میگه ما نقول لهم، ما بر آنها میگیم من قال لكم، کی شما را گفته است که آنها جماعت هستند؟ جماعت آن کسانی هستند که در حق هستند، آن کسانی که در سنت هستند، اینها هستند جماعت. اما هر کس که خود را بر هر حزب و رویه و هر جماعت هر چیز منتظم میکند، پس آنها در حق نیستند. سوال فرماید که فمن لم یأخذ منهم فقد ضل و ابتدع، هر کس که از آنها نگرفت، از آن جماعت اولی نگرفت، فقد ضل، بدرستی گمراه شد و در دین بدعت کرد. پس هر کسی که دینش را از صحابگان کرام نگرفت، آن کسانی که کتاب و سنت را بر ما نقل کردند، بر حق نیست. کسی که کتاب و سنت را با فهم صحابگان کرام و تابعین و تبع تابعین نگرفت، پس از بعدی ها پیروی که آنها مخالفت نمودند، آنها در حق نیستند. پس این طعنه که نسبت صحابگان کرام زده می شود، اساس این پایه دین را و این رابطه‌ای که بین ما و بین رسول الله هست، این رو میخوان اینو از بین برن. پس قصد دشمنان دین و رسول باطل نمودن اسلام است، ولیکن آنها با این حیله آمدند. چون اگر در حق پیامبر طعنه بزنند، در حق صحابگان پیامبر، در حق قرآن طعنه بزنند، موفق نمیشوند. چون هر یک مسلمان، عادی ترین مسلمان، حرمت عزت قرآن و سنت رو میدوند، ولیکن آنها صحابه، ازواج پیامبر و دیگر طریق آمدند که تا که خبیثی خود را، پلیدی خود را در بین امت اسلامی نشر بسازند. برای همین بین متأخرین، بین متقدمین تفریقه انداختند. اما اگر تفریقه انداختن به این معنا که آنها متأخرین را گرفتن، آنچه که مخالفت نمودند، که متقدمین که صحابه تابعین آنها را ترک کردند. اما اگر که رابطه را، پیوند را با جماعت اول کتاب و سنت که صحابه تابعین اگر با این بپیوندن، هیچ وقت وای کنده نمیشود باذن الله تعالی. سپس چه فرمود؟ فقط ضل، بدرستی گمراه شد، یعنی که از حق روی گردانید، از حق دور شد. و ابتدع، بدعت کرد، چه در عبادت باشد، چه در اعتقادات باشد، چه در اقوال سخنا باشد. آنچه که در عبادات و در اعتقاد و در اقوال که در آن کتاب دلیل از کتاب و سنت نیست، پس وای بدعت است. بار دیگر، هر چیز از عبادت ها و اعتقاد ها و از سخن ها، اقوال که آن در کتاب و سنت نیست، پس وای بدعت است. و رسول الله گفت من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. جواب در این سخن، هر کسی هر عمل رو، دلیل بر این سخن، هر کسی هر عمل رو انجام داد که ما بر آن امر نکردیم، پس وای مردود است. ما آن رو نگفتیم، وای مردود است. و در دیگر روایت من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کسی که در دین ما چیزی رو پیدا نمود، در امر ما، در دین ما، در اعتقادات، عبادات، اقوالی که ما گفتیم، اگر در آن چیزی رو پیدا نمود که در آن نیست، پس وای مردود است. و فرمود که رسول الله که و ایاکم و محدثات الامور، بر حذر باشید از چیزهای نوپیدا، فان کل محدث بدعه، بدرستی که هر نوپیدای بدعت است، و کل بدعت ضلاله، و هر بدعت گمراهی است. گفت بدعت آنچه که در دین پیدا می شود، آنچه که در دین پیدا می شود که در اصل دین نبود، نه در کتاب نه در سنت آن پیدا نبود. پس چگونه انسان میشناسد که از جمله آنها نیست، از آن نیست؟ اگر در آن چیزی که از اعتقادات، از عبادات، از اقوال میگوید عمل میکند، آن در دین نباشد. چون الله سبحانه و تعالی فرمود که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین رو برای شما کامل کردم. دین کامل است، ولله الحمد. زیادی ها، هیچ گونه زیادی ها را نه کم و نه زیاد شد قبول نمیکند. پس بر ما لازم است که آن دینی که کامل است، آن را بشناسیم، با آن تمسک بجوییم و براءت بجوییم از دشمنان دین و آن زیادی هایی که در دین می شود، که آنها را خوب میشمارند، میگن خیلی خوب است کوخی، یا که اضافه هایی که در دین میکنن خیلی میگن خوب است کوخی. چون این چیزها از دین تو را دور میکند، از الله تو را دور میکند. این خوبی هایی که میگویند از دین و از الله و اصلا تو را دور میکند. و توضیح این بعدتر ان شاء الله که در قول شیخ که ما احدث قوم بدعه الا نزع مثلها من السنه، هیچ قوم هیچ بدعتی رو پیدا نکردن مگر اینکه سنت رو از بین بردن، ذکر می‌نماییم. پس انا همین طریق راه روش صحیح و مستقیم است. لازم گرفتن جماعت مسلمانان، لازم گرفتن سنت و ترک بدعت. و شیخ چی فرمود؟ و کل بدعت ضلاله، کل از لفظ عموم است، تمام نوعهای بدعت این گمراهی است. در آنجا در دین اسلام گفتنی گپ نیست که بدعت خوب، چون یک بعضی از مردم میگویند، بلکه بدعت با قول نص رسول الله صلی الله علیه و آله همش گمراهی است، که رسول الله صلی الله علیه و آله این را خود بیان کردن، گفتن که فان کل محدثه بدعه، بدرست که هر نوع پیدایی بدعت است. کل گفتم از لفظای عموم است، هر چیزی، هر نوع پیدایی بدعت است گفتن.
و کل بدعت ضلاله گفتن و هر بدعت گمراهی است. پس نص رسول الله صلی الله علیه و آله است دیگر جای فرار و گریز و تعویل چیز دیگرش نیست. بدعت در دین گفتن نمیشه این خوب است، ابدا، هرگز و هرگز، همش ضلالت است. چون رسول الله این را قانون گذاری کردن. این کلام رسول الله است که لا ينطق عن الهوى، از هوا و هواس خود سخن نمیگوید. و در دوام مؤلف میفرماید که والضلاله و اهلها فی النار، ضلالت، گمراهی ها و اهل آن در آتش است. ضلالت ها تمام نوعهای ضلالت و اهل ضلالت در آتش هستند. شاید با کفرشون، اما با کفرشون، اما با بدعتشون، اما با معصیتشون. بدعت مرتبه مرحله های گوناگونی دارد، برابر نیستند. بعضی از بدعت ها کفر هستند که صاحب آن در آتش ابدی میماند، مثل کمک، یاری و مدد از مردگان، دعا از آنها، ذبح از قربانی از برای غیر الله، نظر از برای غیر الله. اینها رو بدعت های کفری میگویند. بدعت یعنی دو قسم است، بدعت کفری است، مکفره میگن، و غیر مکفره. بدعت های کفری اگر انسان گرفتار شد، صاحبش خالد جاودانه در آتش باقی میماند. همچنین نفی کردن صفات الله سبحانه و تعالی، چون جهمی ها گفتند، چون جهمی ها صفات الله سبحانه و تعالی انکار می‌نمایند، اسما و صفات را انکار می‌نمایند. اینم کفر است، العیاذ بالله. چون آنها الله را وصف کردن اینکه الله دارای نام‌ها و صفات نیست. پس آن پروردگار که دارای نام‌ها و صفات نیست، پس وی معدوم است، کسی نیست، چیزی نیست. چون چیزی که وجود دارد حتما صفات دارد. پس آنچه که صفات و نام دارد، پس وی اصلا معدوم است، وجود ندارد. برای همین عالمان بزرگ دین، ائمه دین تکفیر نمودن این جهمی ها را. جهمی های گفتن قرآن مخلوق است. آن قرآنی که کلام الله است، وحی الهی است، نازل شده از جانب پروردگار توسط جبرائیل بر قلب پیامبر است، آن را مخلوق گفتند. مخلوق مثل مخلوقات دیگر. و گفتند که الله سخن نمیگوید و مانند کردن او را با جمادات. آن کسی که سخن نمیگوید، پس وی اله شده نمیتواند. برای همین الله سبحانه میفرماید که واتخذ قوم موسی من بعده، بعد موسی هنگامی بسوی کوه طور، بعد موسی آنها گرفتند حلی خود، همون زر زیور خود را از زر زیور خود یک گوساله ساختند، یک گاو ساختند. آیا نمیبینید که آن گاوی که ساختند از خود ساختند و آن سخن نمیگوید و آنها را برای راهنمایی نمیکند؟ این آیت دلالت بر آن میکند که آن که سخن نمیگوید اله شده نمیتواند. و جهمی میگن که الله سخن نمیگوید، پس وی اله نیست. پناه به سوی الله. بزرگ است آن پروردگاری که در حق او سخن میگویند. و آنچنین الله سبحانه و تعالی مثال میزند که آیا نمیبینند آنها آن قول را به سوی پروردگار میزنند، تهمت ها و سخنان میگویند که شایسته نیست، آن سخنان را، آن چیزهای را به سوی الهان خود راهنمود میکنند که آن الهان آنها نه مالک ضرر رسانان نه فایده رسانان است. اما گوسپند، همون گاو، یعنی گاوی که قوم موسی ساختند، نه ضرر میدهد نه فایده میدهد، جوابی هم برای آنها نمیدهد. پس این ممکن است که وی اله باشد، صلاحیت اله شدن را هم ندارد. و همچنین ابراهیم علیه السلام، آن کسانی که بت را عبادت میکردند، بت‌ها را عبادت میکردند، چی فرستاد آنها؟ فاسالوهم ان كانوا ينطقون، از آنها بپرسید اگر که سخن میگویند. اگر واقعا الهان شما اله هستند، آنها الهی برحق هستند، سخن از آنها بپرسید آیا سخن گفتن میتوانند؟ پس آنها در جواب گفتند که علمت ما هؤلاء ينطقون، تو میدانی که آنها سخن نمیگویند، خودشون اقرار میکردند. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی که افتعبدون من دون الله ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم، و شما آن الهی را عبادت میکنید که نه بر آنها فایده، نه بر شما فایده میدهند، نه بر شما ضرر میدهند. اف لکم، وای بر شما، ولی تعبدون من دون الله، چرا غیر الله عبادت مینمایید؟ افلا تعقلون، آیا اندیشه نمیکنید؟ و الله چی میگوید؟ و قال ربکم ادعونی استجب لکم، شما من را دعا کنید، من دعای شما را اجابت میکنم. الله وصف کرد نفسش را با این که میگوید و سخن میگوید، پس آن که سخن نمیگوید اله نیست. برای همین بزرگان دین این جهمی ها را تکفیر کردند، کافرشون گفتند، مگر آن کسانی که از کورکوران تقلید کردند از آنها و بر آنها حق بیان نشده باشد، اگر از جهل و نادانی که برای آنها نرسیده است و شرایط فراوان نشده است که آنها به حق برسند، ضرور است که برای آنها بیان کرده شود. اگر آنها سرپیچی کردند، بر آنها حکم به کفر کرده می شود. بارک الله فیکم. سپس می‌فرماید که قال عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمود لا عذر لاحد فی ضلاله رکبها، بر هیچ کسی عذری نیست در آن گمراهی که سوار شد، آن گمراهی که آن را پیروی کرد، در آن سوار شد، برای هیچ عذری نیست. حسبه هدى، آن گمراهی که در آن سوار شد و آن را هدایت حس کرد و گمراه شد، برای عذری نیست. ولا فی هدى ترکه حسبه ضلاله، و آن هدایتی که آن را ترک کرد و گمان بود که وی گمراهی است، برای عذری نیست. فقط بنیت الامور، بدرست که امرها بیان شدگی هستند، و ثبتت الحجه، حجت هم ثابت شده است، و انقطعت العذر، و عذر هم از بین رفته است. این سخن عمر بن خطاب رضی الله عنه. قول عمر بن خطاب رضی الله عنه که لا عذر لاحد، گفت بر هیچ کس عذر نیست.
چون که الله سبحانه و تعالی حق رو بیان کرده است و در قرآن آن را با تفصیل بیان کرده است و سنت هم آن را تفصیل کرده روشن کرده است. پس این هنگام برای هیچ کس عذری نیست در آن گمراهی که سوار می شود، چون تقصیری از جانب خودش است، با آن گونه که جستجو نکرده از حق اهل علم را نپرسید. پس گمراهی در عوض حق بر سوی او آمد. گمراهی از جانب خودش آمد چون تقصیری کرد، تفرید کرد و به حق نرسید و حق را نخواست. و قول مؤلف که و حسبها هدى، حساب کرد آن گمراهی را هدایت، برای عذر نیست. آن گمراهی را که آن را هدایت حساب میکند برای عذر نیست، گفت آن را هدایت حساب کرد. در اینجا بیان است، چون گمان حق را بر حق برابرش نمیتواند و حق را غلبه نمیکند. الله سبحانه و تعالی میفرماید که و انهم لیصدونهم عن السبیل، بدرست که آنها از راه حق میزنند و یحسبون انهم مهتدون، با گمان میبرند که در راه هدایت هستند. و آنچه گمان میبرند، گمانی آنها برای آنها شفاعت نمیکند، فایده نمیرساند، چون برای آنها دیگر هیچ عذری نیست، چون با سوی کتاب و سنت برنگشتند تا که حق را بفهمند از باطل، چون با آنها قرار گرفتند، چون با گمان خود عمل کردند. یحسبون انهم مهتدون، گمان بردند که آنها در راه هدایت هستند. علاوه بر این الله سبحانه آن را حکم به کفر کرد و ضلالت کرد. مجرد اینکه انسان گمان ببرد که آن در حق است، این برای انسان عذر نمیشود، چون رساندن یک چیزی است و وحی الهی سبحانه و تعالی از وحی الهی که نازل شده است بر قلب رسول صلی الله علیه و سلم، واجب است بر هر بنده که به سوی کتاب و سنت باز بگردد، بر آن گمان که دارد بر آن گمانش نایستاد. پس آنچه که میگه که من در حق هستم برای عذر نمیشود، بلکه باید آن حق را با کتاب و سنت مقایسه نماید. همچنین در آیت دیگرش میفرماید انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، آنها شیطان ها را دوستان و یارسان خود قرار دادند، من دون اله غیر الله، و یحسبون انهم مهتدون، گمان می‌برند که آنها هدایت یافتگانشان. شیطان را اولیاء و دوست راهبر خود قرار دادن، از او پیروی کردن غیر الله، گمان می‌برند. یحسبون، گمان می‌کنند که آنها در راه هدایت هستند. نگاه کنید در این آیه کریمه در سوره اعراف الله چگونه بیان می‌نماید. شیطان‌های انسی و جنی را اولیاء خود قرار دادن و جز الله، از آنها پیروی می‌نمایند، گمان می‌برند که آنها در راه هدایت هستند. آیا شیاطین برای آنها خیر می‌خواهد؟ الله می‌فرماید که و من یعش عن ذکر الرحمن، هر کس که از ذکر رحمان روی گردان شود، نقید له شیطانا، برای او یک شیطانی را ما وادار می‌سازیم، و هو له قرین نزدیک وی می‌شود. قول الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و من یعش عن ذکر الرحمن، هر کس که از ذکر رحمان روی گردان شود، روی بیارد، نقید له شیطان، یک شیطانی را برای او مسلط می‌سازیم. این عقوبت انما انسان می‌شود. عقوبت هر انسان، عذاب هر انسان در این دنیا آن است که وقتی که از عبادت الله، از ذکر الله، از توحید و سنت روی گردانید، از کتاب و سنت، الله برای یک شیطان رو مسلط می‌سازد و هو له قرین نزدیک وی می‌شود. و انهم، یعنی همین شیطان ها، لیصدونهم، آنها را دور می‌سازند، عن سبیل، از راه حق. پس چی فرمود؟ و یحسبون انهم مهتدون، گمان می‌برند که آنها در راه هدایت هستند. آن پیروان گمان می‌برند که در راه هدایت هستند، در حالی که همین گمانی که بردن که در راه هدایت هستند برای آنها منفعت نبخشید، برای آنها عذر نشد، چون برای آنها دعوت رسول رسید، آن را قبول نکردند. اما عذر در مسائل اجتهادی که جایز است که در آن اجتهاد کرده شود، پس انسان اجتهاد می‌نماید، وسع و سعی و کوششش را می‌نماید، طاقتش را صرف می‌نماید. پس بعد همه این تلاش، بعد این اجتهاد و بذل وسعش و طلب حقش، بعد بحثش، حتی گمان می‌برد که آن در حق رسیده است. این از آن کسی که در نزد الله سبحانه و تعالی عذر دارد، چون در قول الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران، اگر حاکم اجتهاد کرد در مسائل از مسائل دین، اگر بر آن رسید، پس برای او 2 اجر است. و ان اجتهد فاخطا، اگر اجتهاد و خطا کرد، فله اجر، برای 1 اجر است، اجر واحد. پس این در مسائل اجتهادی میشود. اما مسائل توقیفی که آن را قرآن و سنت بیان کرده است، در امور عقیده، در آن هیچ اجتهادی پذیرفته نمی‌شود. پس واجب است در این هنگام اتباع دلیل، در این هنگام مجال اجتهاد بسته می‌شود. آن مسائلی که قرآن و سنت بیان کرده است دیگر خلاص از امور اعتقاد و غیره. سپس مؤلف قول عمر رو میگه که ولا فی الهدى ترکه حسبه ضلالا، و نه در آن هدایتی که ترکش نمود، هدایت رو ترک نمود، گمان برد که این ضلالت است. پس امر بر حساب انسان، بر گمان انسان گرفته نمی‌شود. هدایت رو گمراه بیسازد، گمراهی رو هدایت بیسازد، برای عذر نمی‌شود. حق رو ترک نماید، گمان برد که وای گمراهی است، گمان برد که این راه هدایت نیست.
چون امور هدایت و ضلالت را الله سبحانه و تعالی در قرآن و رسول الله در سنت بسیار واضح روشن بیان کرده است و سلف صالح اصحاب تابعین و تبع تابعین که بیان کردن در بالا آنها این ذکرها را روشن کرده هستند. باید به سیر آنها به عقیده آنها باشیم. حق واضح میگردد برای ما شما ولله الحمد. از رحمت الله سبحانه و تعالی این است که حق واضح است در کتاب و سنت و از هدایت سلف صالح. در آن یگام چه غامضی نافهمی های نیست و در آن یگام تلبیس های شیطانی یگام چه دیگری هم نیست. چون که در امت های سابقه پیشینه این کار شد. وقتی که مدت بر آنها طولانی شد، حق بر آنها تلبیس شد و کتاب تغییر داده شد. اما این امت کتاب تا روز قیامت باقی میماند، سنت باقی میماند، محفوظ هستند از تحریف شدن، از تغییر. پس برای همین شیخ میفرماید فلیس لاحد حینئذ العذر، برای هیچ کس این هنگام دیگر عذری نیست. و قول مؤلف که فقط بینت الامور، بدرستی از قول عمر که امرها بیان شدن، بله الله توسط پیامبر تمام امور رو برای ما بیان کرد، برای که نیاز بر بحث دارد، نیاز بر طلب دارد، اینکه انسان تعلیم بگیرد، فقیه شود، اینکه علم را از علما بگیرد، علم را از زیر از نفس خود نگیرد، این علم را از شخصان جوهال نگیرد، از شخصانی که از علم ندارند نه تعلیل در آموزش داخل شدن از آنها نگیرد، بلکه از کتاب ها، بلکه علم را از اهلش بگیرد. چون که این علم پیوست میشود با علماها، نه تنها از کتاب ها این یک ادواتی هستند، عادات هستند، راهنمودی هستند از برای بحث و شرح آن را فهمیدن که علما آن را شرح داده هستند. اما رسیدن به سوی حق این از اهل علم گرفته میشود، از آنها روایت میشود، چون که از سلف برای ما روایت شده است. سپس میفرماید که و ثبتت الحجه و انقطع العذر، حجت ثابت شده است و عذر قطع شده است. ما لاحد عذر، میفرماید شیخ، برای هیچ کس دیگر عذر نیست. این آن دینی است که رسول الله آن دین را حفظ نمود، از تحریف، از تغییر. حق گشت، حق بود و حق گشت، واضح است، در آن یگان خفی پنهانی نیست، برخلاف امتان سابقه که بر آنها دراز شد، طال علیهم احمد، زندگی بر آنها دراز شد، پس کتابها را تحریف کردند، تغییر دادند، تبدیل دادند، حق را با باطل آمیخته کردند و پنهان کردند. سپس شیخ میفرماید که وذلك أن السنة والجماعة قد حكم أمر الدين كله، بدرستی که به خاطر امین سنت و جماعت به تحقیق حکم فرما شدن امر دین را، کل امر دین را، و تبین للناس، و برای مردم بیان کردن، و علی الناس اتباع، و بر مردم لازم است که از این حق پیروی نمایند. و قول مؤلف و ذلك ان السنة والجماعه قد حكم امر الدين كله، بدرستی سنت و جماعت تمام دین را حکم فرما شدن، و ذلك اشاره است بر آنچه که سابق ما بیان کردیم در لازم طریق راه اهل سنت و جماعت است، و بیان کردیم که مراد اهل سنت و جماعت تمسک جستن بر سنت رسول صلی الله علیه و و راه روش رسول صلی الله علیه و صحابگان کرام که آنها اهل سنت هستند، جماعت هستند، آنها هستند که بر حق جمع شدن، آنها تفریقه نشدن. چون که الله میفرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، با رسمان الله چنگ بزنید و تفریقه جویی نکنید. بر حق جمع شدن و جدا نشدن و اختلاف هم نکردن، پس آنها اهل سنت و جماعت هستند. و اما میفرماید که و اما الذين فرقوا دینهم و كانوا شیعا، آن کسانی که در دینشون تفریقه جویی کردن آنها پراکنده شدن، گروه شدن. و الله بر پیامبرش میفرماید که لست منهم فی شیء، شما از این کسانی که تفریقه جویی کردن در دینشون و پراکنده شدن و حزب و گروه شدن، تو هیچ چیزی از آنها نیستی، در آنها هیچ چیزی نیستی، از آنها نیستی تو. انما امرهم الی الله، امر آنها با سوی الله واگذار می شود. ثم یبینهم بما كانوا یفعلون، سپس الله برای آنها بیان می نماید، تعدیل می نماید که الله برای آنها بیان می نماید آنچه که آنها انجام میدهند. سپس مولوی فرماید که ذلك ان السنة والجماعه حکما، چون که سنت و جماعت آنها حکم هستند، اتفاق شدند. پس حکم معناش اتفاق، اتقان، کامل کردن، امر دین رو اتقان کردن، پورا کردن، پخته کردند. پس تمام دین جمع شده است در سنت و جماعت. چونه که رسول الله فرمود که فانه من یعیش منکم فسيرى اختلافا كثيرا، بدرس که کسی از شما زندگی می‌کند اختلاف زیاد رو می‌بیند. فعليكم بالسنت، گفتم بر سنت ما چنگ بزنید. اگر انسان بر سنت چنگ بزند دیگر هیچ اختلاف و هیچ بدی باقی نمی‌ماند. آنچه که رسول الله بر آن صحابگان کرام در عقیده، در عبادت، در معاملات، در اخلاق، در ادب در آن بودن، دیگر هیچ شری و هیچ بدی و هیچ اختلافی باقی نمی‌ماند. پس آنها فرقه ناجیه هستند، فرقه نجات یافته هستند. از بین آن 73 گروهی که همش پیامبر صلی در آتش هستند، مگر یکی از آنها صحابگان کرام پرسیدند، گفتند ای رسول الله کدامی از آنها از نجات یافته تا که ما از آن پیروی کنیم؟ من کان علی مثلی ما انا علی و اصحابی، آن کسی که مثل من و آنچه که من با همراه صحابگان خود هستم. پس آنچه که رسول الله با همراه صحابگان کرام بودند آن سنت است. هر کسی که آن را لازم گرفت نجات یافت.
برای همین آنها را فرقه ناجیه، فرقه نجات یافته گفتند. سپس فرمود و تبین للناس و علی الناس اتباع، و بیان کرده شد بر مردم و بر مردم اتباع و پیروی لازم است. میگه بیان کرده شد بر مردم که امر دین، تمام امر دین در اتباع پیروی از سنت و جماعت است، نه که صحابگان، سنت پیامبر و صحابگان کرام. پس مخالفت نمی نماید آنچه که در سنت است و جماعت صحابگان است، مگر اهل ضلال. فماذا بعد الحق الا الضلال، پس چی است بعد حق مگر گمراهی؟ و جز گمراهی چیز دیگری نیست. پس حق، هر که حق را ترک کرد در گمراهی واقع می شود. و حق آن است که اهل سنت و جماعت در آن بودند. حق این سنت و جماعت صحابه و تابعین و تبع تابعین است. هر که آن را مخالفتی نمود از آن برآمد. بارک الله فیکم. در اینجا توقف میکنیم از این کتاب مبارک شرح سنة از امام بربحری رحمت الله علیه. درس دیگر زنده باشیم، سلامت باشیم ان شاء الله. با توفیق الله سبحانه و تعالی باز این درس رو ادامه میدهیم که شیخ میفرماید که اعلم رحمك الله، بدون الله تو را شایسته رحمتش قرار بدهد، ان الدین انما جاء من قبل الله، اینکه دین از جانب الله سبحانه و تعالی تبارک و تعالی آمده است، گذاشته نشده است این از عقل مردان و آرا و افکار مردان، و علم این دین در نزد الله سبحانه و تعالی است، در نزد رسول الله صلی الله علیه و است و هیچ پیروی کردن نمیشود از هوا و هوس تو. خلاصه تا آخر کلمه. درس دیگه ان شاء الله که باز این موضوع رو برای شما بررسی می‌نمایم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.